милая, под восточным солнцем добрая душа. Ты с судьбой играл в решку и орла. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Твое слово главное. السلام علیکم دوستان، بیننده ها و مشاهدین عزیزی شبکه شهناد. ما در این فصل نازنین سال، در فصل بهاران بعد از عید نوروز عجم آمدیم برای تبریک کردن به طرفخانه فرخ جان، برای تبریک کردن جشن زادروز استاد معلم که من امروز از این کسب پرشرفترین ابراهیم عمک به نفقه برآمده ایستادند. جشن 60 سالگی خود را جشن گرفته ایستادند. می‌خواهیم از نام فرزندان، از نام زمیر رایتی، زین رایتی، الهام ککل، خوشایند رایتی، نبیره ها و همچنان از نام مادری عزیزی فرزندانشان زرینده خاله تبریک میگیم. این لحظه های همراه، این لحظه های بهترین را همراه شما عزیزان به خط ببینیم. ما باشید باز کرده قدر ای پیر بر ما دل، توی عاشق ترین دل برای راحتی روحم پسر داری شاه کن پناه با زمان تو برا امید و دل. سلام ای دل، سلام ای نوری دیده، سلام بر مردمی فرهنگ دیده، سلامی ماست پیک عاشقانه، سرود است و درود است و ترانه. سلام علیکم پدر مادران عزیز، السلام علیکم مردمی بالا دیده و بالا نشین، مردمی میرانکل عزیز و عظیم، همه شمایان را به امروزه جشن یوبیلی، به امروزه جشن زادروز پدر عزیز خاندان ابراهیم عمک خوش آمدتان میگویم. قدم های شما را بالای دیده میخوانیم. البته برای ما ابراهیم عمک همراهی زرین خاله لازم هستند. با فرسک های شما و نظر ما دعوت میکنیم. مرحمت. السلام علیکم. ابراهیم عمک زادروز مبارک. روز تولد را امروزه مولود خجسته را برایتان مبارک باد میگویم. من امروز زرین خاله در خاندانتان بیرم، روز خرسندی تا چشم زده ملکه 60 ساله شد یا نمک جانی ما. چندین از همه حیات بهترینشان را برای تعلیم و تربیت دادن فرزندان فدا کردید. هزاران شاگردان دارید در جامعه ما، در همین وطن و در دیاران ما. از همه کسب پرشرفترین این استاد و آموزگار است. ابراهیم عمک شما باشد یکی از آن استادان پیشقدم و ابرمردترین هستید. همیشه صحت سلامت باشید. در سر فرزندان سایبانی سر فرزندان شده گردید. خدا کند که حاجی بابا و حاجیانه شدن برای هر دوی شمایان نصیب کند و باز در این کاشانه های زیبا در خاندان های پرفیض شمایان حجراشی ها شود. میگویم تا جهان باقی است ای آموزگار، تا جهان باقی است ای آموزگار، در دل ما هیکل از علم و دانش مانده ای. همیشه صحت سلامت باشید. امروز شمایان را از نام فرزندان عزیز، از نام زمیر رایتی، زین رایتی، الهامکه، کلین پاشا ایرانایتی تبریک میگویم. الهامکه که صحبت کرده گفتند پدر عزیز که در زندگی هم استاد و هم پدر ما را با مهنت حلال، با لقمه حلال کلان کردند، صاحب بخت، صاحب علم، صاحب عائله کردند. میخواستیم همیشه صحت سلامت دم پیری به دولت پیری را دیده گردند و دعاگوی سری ما باشند. میگویند پدر تو کوهی بر آسمان، ما کوهتاره ایم، تو قله بلندی و ما همچو پاره ایم. بیرون شدن ز راه تو بر ما فلاکت است، تو مثل راه آهنی
ما چه قطاره‌ایم. در فکر زندگی ما آب و ادا شده، تا ما شدیم به پا تو خود دردی پا شده. سر تا به پا پندی و دنیای حکمتی، بی مثل بر بزرگی و فیض و سخاوتی. چون تیر ماه میدهی تو آخرین ثمر، ای باغبانی عمر ما بر ما غنیمتی. اکنون ابراهیم امک در نفقه و تربیه نبیره ها بند شده، مانند خودی خودتان انسان های اصیل را برای میرانکول و سمرقند تربیه کردن نصیب کند. از پشتی نبیره ها بهترین روزهای زندگی را دیدن نصیب کند. نبیره ها را چنان تربیت کنید که از پشتی همون تلویزیون دیدن به همین نبیره من است گوید و نبیره تان تمام دنیا را مشهور شده باشد و از پس فرزندان فقط روزهای بهترین زندگی را دیده گشتن نصیب کند. زرین خاله هر آن پادشاه که پادشاهی میکند در نزدش ملکه‌اش میستد. شما باشد برای فرزندان، برای امرجاری ما ملکه خاندان هستید. همیشه صحت سلامت باشید. در این روزه فصل بهاران شما گلی ثبت خاندان هستید. از نام شخصا ابراهیم امک، از نام فرزندان عزیزتان گلدسته های زیبا داریم میخواهیم برای شما از نام فرزندان خود ابراهیم امک تقدیم کنند و بعد از آن باشد تحفه های ابراهیم امک را تقدیم میکنیم. مرحبا. و همچنان با چنین نیت‌های نیک و صمیمانه در این دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن کریم است می‌خواهیم پیشکش کنیم. سراور می‌خواهم فرزندان آغوش کرده تبریک بیانه. مرحبا، کتاب را تقدیم می‌کنیم. مرحبا. مبارک باشد. زمیرایتی ات تبریک کنه پدر مادره. مرحبا. السلام علیکم همتون. خوش اومدید در بیت دادا جون. دادا جون لازم صلاح شريط وقت ما وقت صوف شريط خرج حلوتي ما دقاقي. سلامت باشن. زمیرایتی. مرحبا. السلام علیکم همتون. دادا جون پیر با دولت شوید حاج بو حاج اونش دگردی در بختای بو ساخ سلامت باشه وقت بیجو همین قمات تربیه دادگیتون در هزار رحمت این در بختم فقط ساخ سلامت گردم در بسندیم این مور شود سلامت باشن. ابراهیم امک از نام الهام اکرم از نام کلیک پاشا ارادایت شما تبریک میگویم. ای پدر ای مایه فضل و کرم، وصف نامت تا به گردونها برم، کیست غیر تو در جهان می نهد دستی مروت بر سرم. ای پدر ای شاه ستانی خاندان، وصف نامت لایقی صد داستان. برای پدر مادر چقدر سخن گویم کم است. شمایان از همه در این دنیا گنجینه بی‌بهای ما فرزندان هستید. زاد روزتان مبارک باشد. روزی خرسندی را برای هر دوی شمایان مبارکباد میگویم. میخواستیم اکنون شیرینی را نزدیکتر بیاریم. البته ابراهیم امک زرین خدا یک جای شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم. بعد از آن باشد سخنهای نیک مادر عزیز را میشنویم. مرحبا. С днем рождения бьются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. مرحبا. فردا دراز کنید یک جای شیرینی را میبریم. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду. در یک تا شما صبح کنیم کنیم. День особый, на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше,
просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, даже где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Evet. جان خواهرکم، دل و جان خواهرکم، صندوقچه سیم و زعفران خواهرکم. امروز احمد عزیز روز خرسندی است در خاندان و در سلاله شما. نیت‌های نقض و نیکی شما برای استاد، برای معلم، مرحمت. مهمونان عزیز، همهاتون به درگاه ابراهیم جان خوش آمده. ابراهیم جان اینم پیری به دولت شود، میبره ایبره چه براهای بینم، همه وقت در مابین خلق خوش و خرسند زندگی کرده کرده. ما خرسندیم. السلام علیکم مهمانان، همجاران عزیز، همهاتون رو به درگاه ابراهیم اوکم خوش آمدتون. اوکم بیلیم 100 ساله شود، الهی بابای به دولت شود، در نیوره ایبراها در خلق مرام کل خدمت کرده کرد. بعد اعتباراتان رحمت. سرین خدا مرحمت. السلام علیکم مهمونای گرامی، خوش آمدید تا این درگاه ما. الهی این معلمم 120 ساله شوند و حاجی بو شوند. همه وقت صبح سلامت کردن دستاری رفیقی ما سمرقند میگم که خوشه پیر شویم. یک جای خوشه پیر شدن، دمی پیری به من خیلی خوش شکشک و از آن رویهای پر از نور تا نور دور نگشتن نصیب کند. زادروز مبارک باشد ابراهیم امک. امروز جشن 60 سالگی مبارک. خدا کند که 120 سالگیتون از اینم زیادتر شده، از صفی همدیگر کم نشده. یک جای شما تبریک کردن برای ما هم نصیب کند. اکنون بیان به هر دوتون نزدیکتر میشید، یک تا اینجا رسم گیری کنیم، بعد از آن نوبت را به رقص میدهیم. مهمانان عزیز تشکر میگویم با دقت شما. در خدمت شما جمعیت تبریکاتی شهران بودن. گذشته باشد هم نوروز عجم را، عید فیطر را، ماه شریف رمضان را به همه شمایان مبارکباد میگویم. خوش آمدن، مرحمت. شبنم گلنار
شبنم گلینم بیا بالینم ای انار انار بیا بالینم شبنم گلینم بیا بالینم ای انار انار ابراهیم امک را در روز خرسندیشان از نام فرزندان از نام دیگر بندانشان تبریک کردیم. این لحظه های خرسندی را همراهی شمایان با هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهرام سلام باشید.